سرخط خبرها. دیدار دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایوی شرکت برشنا با معاون رئیس جمهوری ترکمنستان. دیدار مولوی بدرالدین حقانی سفیر امارات اسلامی در امارات متحده عربی با شماری از افغان‌های مقیم این کشور. و دعوت صدر اعظم آلمان از احمدالشرع برای سفر به این کشور. به نام خداوند بزرگ، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 13 اکتبر 1404 هجری خورشیدی و اینک مشروع خبرها. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایوی شرکت برشنا در حاشیه کنفرانس و نمایشگاه بین المللی توسعه بخش‌های انرژی، ساختمانی، صنعتی و کیمیایی در ترکمنستان با باتور امانوف معاون رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. شرکت برشنا میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون پروژه های انکشافی سکتور انرژی از جمله پروژه انتقالی لین 500 کیلووات، پروژه برق رسانی به ولسوالی بالا مرغاب و سب استیشن نورالجهاد گفتگو کردند. و در خبر دیگر این که مولوی بدرالدین حقانی سفیر امارات اسلامی در امارات متحده عربی با شماری از افغان‌های مقیم این کشور دیدار کرد. سفارت افغانستان در ابوظبی میگوید آقای حقانی مشکلات افغان‌های مقیم امارات متحده عربی را شنیده و از همکاری کامل در این زمینه اطمینان داده است. از سوی هم افغان‌های مقیم این کشور از رهبری سالم سفارت امارات اسلامی در ابوظبی به ویژه خدمات سفیر و پاسخگویی به موقع سفارت به مشکلاتشان قدردانی کردند. خبر دیگر این که وزارت دفاع ملی میگوید تیم‌های صحی و تکنیکی قلوردوی 209 الفتح کمک‌های فوری را به زلزله زدگان زون شمال ارائه کردند. با گفته این وزارت مسئولان قلوردوی 209 الفتح به منظور رسیدگی فوری به آسیب دیدگان تیم‌های صحی، انجینری و تکنیکی را به مناطق متضرر اعلام و عملیات امداد رسانی را به صورت فوری آغاز کردند. همچنان تیم‌های صحی شفاخانه ساحوی 100 بستر زون شمال 12 تن از شهدا و 35 تن از زخمیان را به شفاخانه 100 بستر انتقال دادند. وزارت دفاع ملی می‌افزاید که در حال حاضر صدها تن از نیروهای ویژه کماندو و سایر قوای دفاعی این قلوردو در عملیات تصفیه‌ای و کمک رسانی در مناطق آسیب دیده مشغولند. و خبر آخر این که فریدریش مرز صدر اعظم آلمان اعلام کرده که از احمدالشرع رئیس جمهور سوریه دعوت کرده تا به برلین سفر کند. بر اساس گزارش رویترز، فریدریش مرز گفته که می‌خواهد با احمدالشرع در مورد اخراج پناهندگان سوری از آلمان گفتگو کند. مرز تاکید کرده که جنگ داخلی در سوریه تمام شده و اکنون هیچ دلیلی برای پناهندگی شهروندان سوری در آلمان وجود ندارد. سپاس از توجهتان به خبرهای این ساعت. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.